قسمت هشتم از جوابه ملحدین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. در این قسمت از جوابه ملحدین قرار به نسبت غلط فکری مسلمانان، به نسبت شبهاتی که حضرات ملحد در مورد اسلام میکنن انشالله با هم یک مذاکره داشته باشیم. غلط فکری مسلمانان به نسبت شبهاتی که ملحدین نسبت به اسلام القا میکنن، نسبت به اسلام در جامعه ایجاد میکنن. بس سر اینه وقتی که این حضرات ملحد بنا به اکتشافات جدید و یافته های علم نوین به یک سری از مسائل و اکتشافات برمیخورن و اینطور نتیجه میگیرن که بله این اکتشافات ما حق و حقیقته و قرآنی که بر مسلمان ها نازل شده و مطالب علمی که در قرآن وجود داره برخلاف یافته های نوین علوم جدید. و از این طرف مسلمان های ساده‌لوح ما نیز از همین شبهاتی که حضرات ملحدین نسبت به قرآن و اسلام و دین و دیانت و مسائل علمی قرآن در جامعه تشکیکاتی را به بار آوردن، اینها هم فکر میکنن، یعنی مسلمان های ساده‌لوح ما فکر میکنن که تشکیکات و شکوکات این حضرات ملحد در مقابل قرآن ارزشی هم داشته باشه. اصلا برای اون ارزش قائل شدن متاسفانه. دوستان دقت بکنید، اینجا یک بحثی هست، یک بحث علمی، یک بحث عقلی که تمام عقلای جهان نسبت به این موضوع اذعان داره. اون بحث اینه که علوم انسانی به نسبت تمام مسائل اکتشافی و مسائل جدید، به نسبت وجود انسان، به نسبت زمین و آسمان و کهکشانات و این مسائل، این علوم انسانی را میگن علوم نسبی و علوم قطعی نیست. ساده‌تر توضیح میدم، علوم انسانی را میگن علوم نسبی. علوم انسانی را هیچ وقت به اون قطعیت در مرحله اول داده نمیشه. از جمله مثلا چطور؟ مثلا علوم جدید آمده یک مسئله را کشف کرده و نسبت به اون نظر داده. نسبت به این یافته جدید علمی در حال حاضر قطعیت نمیتواند که این 100% درسته. چرا؟ چون که بارها و بارها و بارها در تاریخ انسانیت در زمانهای گذشته و حال بارها و بارها ثابت شده اون چیزی که علم جدید به نسبت به اون قطعیت پیدا کرده و به نسبت اون امضا کردن و نتیجه را به جامعه ارائه کردن، بعدها متوجه شدن که بله متاسفانه اون اشتباه بوده و یافته جدیدشون که بعداً به اون رسیدن این درست بوده. و حالا به نسبت یافته جدیدشون هم باز هم اعتمادی نیست، بلکه در آینده معلوم نیست که این هم اشتباه از عذاب در بیاد. لذا بحث اینه که علوم انسانی را میگن علوم نسبی. علوم انسانی علوم قطعی نیست. تا زمانی که اینقدر این اکتشافات و این مسائل جدید اینقدر مثلا جلوتر برن، پیشرفت‌تر بکنن، چندین بار اشتباه بودن ثابت میشه و بعضا نهایتا بله به نتیجه میرسن که بله این درست هست و هنوز هم به نسبت قطعیتون احتمال اینکه در آینده این مورد را نقض بکنن باز وجود داره. اما اشتباه سر اینه که ما مسلمان های ساده‌لوح از این اکتشافات جدید اگر احیانا حضرات ملحد آمدن در مقابل قرآن، در مقابل سنت نبی خدا علیه السلام و به نسبت مسائل علمی که در اونها وجود داره اظهار نظری بکنن، ما خیلی به سادگی حرف همین حضرات ملحد را قبول کرده و فکر میکنیم که واقعا در قرآن و سنت اشتباهی وجود داره و این کاملا اشتباه است. من دلیل دارم برای گفته خودم. مثلا اشخاصی در قرون‌های گذشته و در همین قرون بودن که به نسبت مسائل علمی اظهار نظر کردن و اظهار نظر میکنن و بعدا متوجه شدن که بله ما اشتباه میکردیم بلکه حرف قرآن درست. از جمله اشخاصی که به نسبت ارائه نظر نجومی در میان انسانها خیلی معروف بود، شخصی به نام نیکولاس کوپرنیک، متولد قرن 15 است و اون گالیله متوفای قرن 16. این دو بزرگوار در زمان خودشون برخلاف تعلیمات کلیسا و خاخامهای نصرانی این مسئله را با
علم جدید پیش کردن که بله این زمین هست که دور خورشید میچرخه. همون زمان که انسان ها به نسبت این مسائل علمی خودشون خیلی به خودشون یقین و باور داشتن، گالیله را تخطئه کردن و بنابر روایتی او را مجبور کردن که از بالای برج خودش را پایین بیاندازه. چرا؟ چون که شما برخلاف تمام علوم انسانی که در اون زمان اصل شناخته می شده، شما دارین خلاف میکنین و برخلاف اون دارین حرف میزنین. لذا او را مجبور کردن که دیگر در این مورد حرفی نزنه. با اعتماد به چه علمی؟ با اعتماد به همین علومی که در اون زمان حرف اول را میزن. ولی بعدها باز علوم جدید پیشرفت کرد و علوم جدید کهکشان شناسی و نجوم شناسی به این نتیجه رسید که بله خورشید هم ایستاده نیست، خورشید هم ثابت نیست، بله بلکه خود خورشید با تمام مجموعه کهکشان خودش، با تمام مجموعه خودش این هم داره مسیر را طی میکنه. حالی که قرآن کریم در 1400 سال اندی پیش الله تعالی فرمودن در سوره یاسین میاد والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والشمس این خورشید تجری لمستقر لها، این هم جاری است برای قرارگاهی که الله تعالی برای مقدر کرد. ذلك تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر همون الله متعال الله عزیز علیم هست. قرآن اون موقع فرموده. حالا اگر عقیده من مسلمان همینه، اگر تمام دانشمندان جهان بیان جمع بشن نظری را در مقابل قرآن و سنت به من مسلمان ارائه بکنن، من قاطعانه با یقین و با ایمان میگم که کل دنیا اشتباه میکنه. خدای من که الله هست و نبی من که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است اون درست میگه. چرا؟ چون که بارها و بارها و بارها این مسئله که علوم جدید به نسبت اکتشافات اشتباه بکنه بارها به ثبوت رسیده. ولی قرآن از طرف الله متعال است و هرگز این اشتباه نمیشه. اگر کل دنیا هم بگن مثلا کدام مسئله علمی قرآن اشتباهه، من مسلمان نباید قبول بکنم، بلکه گفته خدا و رسول خدا درسته. چرا که این مسئله است که بارها ثابت شده. یک مورد دیگه مثلا همین قرص اکثر که شما میشناسید دیگه، همین قرص اکثر تازگیه که با بازار اومده بود، اینو با اکتشافات انسانی و علوم جدید انسانی روی یک سری خلاصه مسائلی را تحقیق کرده بودن و به نسبت فایده مند بودن و مفید بودن این یک تبلیغات خیلی وسیعی را در همین ایران ما به راه انداختن. بعدها یکی دو سالی گذشت، بعد یواش یواش زمزمه شروع شد که نه این اکثر عوارض داره، برای فلان چیز عوارض داره، برای فلان چیز عوارض داره. شاید شما یادتون باشه بعداً یه چند سالی کلا این حضرت اکثر رو کلا از داروخانه ها گم و گور کردن. دیگه اصلا اکثری پیدا نمیشد. چرا؟ چون ضرر داره. الان هم اگه بری داروخانه نه هنوزم هست، ولی به اون شور و شوق قدیمی نیست. پس هیچ اعتمادی به این اکتشافات و علوم فنون جدید انسانی اصلا ما قاطعانه قطعیت نمیتونیم بدیم که بله 100% گفته اکتشافات و علوم نوین انسانی درست است، بلکه چه بسا اینها اشتباه در اومدن. یک مورد دیگه، یکی از فیلسوفان ملحدین شخصی است به نام زیگموند شلومو فروید میگن. هم فروید معروفه، فروید همون بلانس مذهب میخوام، همونی که بنا به یافته های علمی جدید اون زمان معذرت میخوام تجویز کرده بود که انسان با خواهرش ازدواج بکنه هیچ مشکلی نداره. ازدواج با محارم را همین حضرات ملحدین در حال حاضر هم خیلی هستن قائل به اینن. این فروید آمد با همین ادعا که بله علم جدید، علوم انسانی، اکتشافات جدید این مورد را اصلا ممنوع قرار نداده. چرا قرآن این را ممنوع قرار داده؟ این چیز ناعقلانی است فلان است فلان. نهایتا با خواهر خودش ازدواج کرد. ولی سالها بعد شاگردان خود فروید بنا به یافته های جدید علمیشون ثابت کردن که بله ازدواج با محارم 100% برای نطفه، برای جنین، برای انسان ضرر داره. اگرچه امروز هم در کشورهای غرب هستن جاهایی که هنوزم به نسبت این مسئله اصرار دارن که بله این موردی نداره. لذا نسبت به این مسائل اکتشافات این مسائل وقتی که در قرآن ما مسئله آمده حقیقتی را بیان کرده، این تا قیام قیامت یقین من مسلمان بر اینه که این درسته و اونها اشتباه میکنن. شخصی که آمده معذرت میخوام
با خواهر خودش ازدواج کرده، گفته اون، نوشته اون، اعتقاد اون، یافته اون برای من مسلمان در مقابل قرآن سنت آیا میتونه دلیل قرار بگیره؟ هرگز نمیتونه دلیل قرار بگیره. و همین حضرات فروید و دیگر ملحدین بودن که معذرت میخوام هم جنس بازی را یک چیز عقلانی و اصلا اینا قانونی قرار دادن. امروز هم در کشورهای غربی این خیلی یک چیز مسئله عادی تلقی میشه و شما بعضا شنیدین که معذرت میخوام به نسبت این مسئله اصلا عروسی را میاندازن. این هم جنس بازی از اون مسائلی است که این حضرت الاغ با این الاغ بودنش اصلا این کار نمیکنه. اصلا شما برید تو کل حیوانات بگردین، کمتر حیوانی، شاید کدوم حیوانی مستی باشه فلانی باشه همچین کاری با هم جنس خودش بکنه، ولی هیچ حیوانی که در اون حالت طبیعی خودش باشه این کار را با هم جنس خودش نمیکنه. الاغ این کار را نمیکنه، گاو این کار را نمیکنه، سگ این کار را نمیکنه، گربه این کار را نمیکنه. حالا اینایی که امروز این ملحدین با ادعای علم و اکتشاف فلانی مسائل آمدن جلو و به نسبت این مسائل این مسئله عقلانی قرار دادن و این نوچه قانونی دادن و برای مثلا نعوذ بالله پناه بر خدا ازدواج کردن. حالا این چنین اشخاصی که الله متعال به نسبت این اشخاص فرمودن اولئک که کالانعام، اینا به مانند حیوانن. حیوان کار نمیکنه. الله متعال فرمودن بل هم اضل، این از حیوان پسترن. حالا گفته های این چنین اشخاصی برای من مسلمان بیاد این دلیل و مدرک قرار بگیره که بله در فلان آیه قرآن مسئله رو بیان کرده، فروید و شاگردانش آمدن همین ملحدین، همون اشخاصی که چنین عقایدی دارن، چنین مسائل مشکلاتی دارن، اونم نظری را بیان کردن که بله من قبول بکنم که بله اینها درست میگن، قرآن اشتباه میکنه. هرگز ایمان مسلمان نباید این را قبول بکنه. یک نمونه دیگه در مورد جنین شناسی، دانشمندان غرب سالها و سالها و سالها بر این اعتقاد بودن که گفته های قرآن کریم که گفته الله متعال هست به نسبت این مسائل اشتباه هست و قرآن در این مورد اشتباه کرده. بعدها علوم جدید پزشکی پیشرفت کرد و رفتن جلوتر 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 تا که به حقانیت قرآن باور کردن و اون اشتباهات علمی خودشون رو هم اذعان کردن که بله ما اشتباه میکردیم، قرآن راست میگفت. از جمله پروفسور کید المور میگن، پروفسور دیگری به نام تیوی اونپرساوت، پروفسور معروف دیگه پروفسور موریس بوکای که بعدا مسلمان میشه. این اشخاص از همون اشخاص زبده و در مقام اول فن جنین شناسی بودن که قبلا اعتقاد داشتن که بله قرآن در این مورد اشتباه میکنه، ولی بعدا دیدن که بله نخیر ما اشتباه میکردیم، قرآن درست میگفته. لذا عقیده مسلمان باید بر همین باشه که کل دنیا تمام پروفسورها چه ملحد چه غیر ملحد اگر چنان نظری را بدن که در مقابل قرآن سنت قرار بگیره، بله من میگم اونا اشتباه میکنن، قرآن و سنت راست میگن. چرا؟ دلیل شما چیه؟ دلیل من همینه. اولا که از نظر ایمانی که خدا و رسول خدا گفتن و از نظر تجربی بارها و بارها این مسائل اکتشافی بعدن غلط از آب در آمدن. آقا علوم انسانی علوم نسبی هست، علوم قطعی نیست. تا رسیدن به اون نتیجه اصلی و نهایی که واقعا درست باشه هیچ اطمینانی نسبت به این مسائل اکتشافی در مابین انسان ها اصلا وجود نداره. و خیلی از اهل اکتشاف اصلا همین کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب رو بخوانید، حدود 100 نفر از دانشمندان غربی که بنا به یافته های علمی خودشون فکر میکردن که گفته های اونا درسته، بعدا دیدن که بله همین دین اسلام مسائلی را که در قرآن و سنت به صورت اجمالی به صورت یک مسائل علمی بیان کرده، قرآن و سنت درست گفتن و ما اشتباه میکردیم و اینها مسلمان شدن. حدود 100 نفر از دانشمندان غربی. اما اینجا به نسبت اعتماد بر این چنین اشخاصی، اون آقای زئوس با اون خنده های مسخره آمیزش که معلوم نیست اصلا مال کجا هست، پدرش کیه، مادرش کیه، در چه سطح علمی قرار داره، برای جوانهای ما مسلمان ها گفته اون دلیل مدرک بخواد قرار بگیره، این واقعا بی‌انصافی است. یا اون آقای دکتر ساها که در رأس این امور قرار دارن حدوداً 1000 صفحه مثلا علیه قرآن ورق را سیاه کردن. اون دکتر ساهایی که هنوز زن و مرد بودنش مشخص نیست، اون شخصی که هنوز هویتش مشخص نیست، اون شخصی که
دکترا گفتم من دکترا دارن، دکترا کدوم فن را داشتنش هنوز مشخص نیست. آمدن قبول کردن جوان مسلمان حرفای چین اشخاصی را، این واقعا دور از انصاف است. لذا ما قاطعانه این ایمان مسلمان باید باشه که چه حضرات ملحد، چه غیر ملحد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اگر در مسائل علمی در مقابل قرآن و سنت کدوم مسئله را بیان بکنن، من قاطعانه باید اعتقاد من بر این باشه که بله قرآن درست میگه، سنت درست میگه، اینها دارن اشتباه میکنن. مثلا در قرآن کریم آمده که فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه که از چه چیزی آفریده شد. خلق من ماء دافق، او آفریده شده از آبی جهنده. آب از کجا خارج میشه؟ یخرج من بین الصلب والترائب، از میان کمر مرد، از میان سینه زن. حضرات ملحد به نسبت این خیلی قوقا به پا انداختن که بله این نطفه در بیضه ساخته میشه، فلان جا میشه. اینکه قرآن فرموده یخرج من بین الصلب والترائب، این اصلا درست نیست. اینا هنوز ترجمه قرآن بلد نیستن. خود همین دکتر صاحب که من کتابش رو خوندم اصلا ترجمه قرآن بلد نیست درست بکنه، آمده با عقل فکر خودش قرآن ترجمه کرده و بعد میگه اینجای قرآن اشتباهه. آقا در قرآن در این آیه اصلا بحث ساختن نطفه نیست. الله متعال فرموده یخرج من بین الصلب والترائب، این آب خارج میشه از اینجا اونجا، از میان کمر مرد، از میان سینه زن. اینا از اونجا خارج میشه، اصلا بحث ساختن نیست. اینا رفتن اینقدر بحث کردن که بله این آب اونجا ساخته نمیشه، اینجا ساخته میشه. اصلا من میگم ایمان من اینه میگه اگر قرآن این مسئله رو بیان کرده باشه که بله این نطفه مرد از پیشانی خارج میشه، من همین قبول دارم، تعصبی هم ندارم. چرا؟ چون که قرآن اینو گفته و بارها و بارها این علوم اکتشافات جدید اشتباه بودنشون به منصه ظهور رسیده. من چرا به حرف اونها قبول بکنم؟ من مسلمان قرآن و سنتی که الله متعال برای ما به عنوان دین آخر فرستاده این را من قبول نکنم. این اشتباه بزرگی از ما مسلمان ها هست. و اگر پیامبر من فرموده علیه السلام که در یک بال پشه، در یک بال مگس میکروبی وجود داره و در بال دیگه او شفا وجود داره، گفته نبی من برای من دلیله. حالا اینکه 1400 سال بعدن آمدن ولی روی این تحقیق کردن که بله واقعا پیامبر اسلام راست میگفته، اصلا گفته اونها و تحقیق اونها و اکتشاف اونها هیچ تأثیر در ایمان من مسلمان نباید داشته باشه. پیدا کردن که پیدا کردن، آقا پیامبر ما همون موقع گفته، همین برای من کافیه. وقتی که قرآن و سنت این را داره میگه که بله همین ظرف غذایی که شما دارین میخورین از چوب هست، از چدن هست، از آهن هست، از آلومینیوم هست، از پیامبر ما فرموده همین ظرف بعد از غذا خوردن شما اینو خوب میلیسین، خوب پاکش میکنین، پیامبر ما فرموده این برای شما دعا میکنه. حالا چون حضرات ملحد میخوان بخندن من این مسئله را انکار بکنم؟ نه آقا، خود قرآن فرموده تسبح له سبع السماوات، 7 آسمان زمین هر چه در مابین اینها هست برای الله متعال تسبیح میگن. قرآن به من همین داره میگه که این خودکار تسبیح میگه و این میز داره تسبیح میگه، این دوربین داره تسبیح میگه، این دیوار داره تسبیح میگه. قرآن همینه به من گفته. وقتی قرآن این مسئله رو برای من واضح کرده و نبی خدا این مسئله رو برای من واضح کرده، دیگه حالا این حضرات ملحد و غیر ملحد هر چقدر میخوان این مسئله رو انکار بکنن، ایمان من بر اینه که خدا و رسول خدا درست گفتن. اینا چی میدانن؟ جناب این سگ همین با این سگ بودن صاحبش رو میشناسه. اینی که اسمش انسانه، هنوز خالق خودش نشناخته، مالک خودش نشناخته، رازق خودش نشناخته. این میباشیم پستر از سگ، اینی که هنوز صاحبش نشناخته، من بیام حرف اینو قبول کنم؟ این که منکر خدا هست، این که منکر خالق خودشه، یادش رفته از یک نطفه آب را درست کردن، این حرف اینو من قبول بکنم؟ این چه نوع مسلمانی هست که ما امروز داریم؟ این اشتباه بسیار بزرگیه. لذا لب کلام اینه برادران گرامی که ما انکاری در بحث اکتشاف این مسائل نداریم. ما علوم جدید را در حد خودش قبول داریم و باید این مسائل پیش بشن. خود قرآن در اولین کلام خودش فرموده اقرا بخوان، انسان به مطالعه فراخونده. اما اگر کدام اکتشافی و کدام صاحب علم جدیدی بیاد نظری را بر قرآن و سنت، بر خلاف قرآن و سنت بیان بکنه، اون آقای زئوس باشه، هر کسی میخواد باشه، ایمان مسلمان نباید به نسبت این مسائل متزلزل بشه که بله اینا همچین دارن میگن قرآن چیزی دیگه نمیگه. نه خیر آقا، قرآن درست میگه. دلیل من بارها و بارها اینا اشتباه کردن و در نسبت این مسائل هم دارن اشتباه میکنن. الله امتحان توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.